شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. درود به دوستداران برنامه‌های ادبی رادیوی فرهنگ. گفتارمان را از سلسله خوانش بدیعی شاهکاری‌های ادبیات جهان آغاز می‌بخشیم. گفتار 21 را از روی رمان مارتین ایدن نویسنده آمریکایی جک لندن در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. ماری سیلوا آدمی کمبغل بود و چی بودن کمبغلی را نغز می دانست. برای روف کلمه کمبغلی معنای ناراحتی های معمول زندگی را داشت و بس. او می دانست که مارتین ایدن کمبغل است و خیالان زندگانی وی را با زندگانی ابراهام لینکلنی جوان یا میستر بتلر، عموماً با زندگانی همین آنهایی که از بینوایی آغاز کرده سرانجام به کامیابی و بهبودی رسیدن برابر میکرد. روف اعتراف میکرد که کمبغلی ناگوار است، ولی در عین زمان با آن نظریه تسلی‌آمیز بورژوازی که گویا کمبغلی بهترین عامل پیشروی، عاملی به درجه بلند رسیدنی هر شخصی صاحب عقل و صاحب استعداد است، هم عقیده بود. روف چهره لاغر و کاهده مارتین را دیده گمان کرد که او گرسنگی میکشد. او از آن دیگرگونی که در مارتین روی داده بود خرسندی میکرد. به گمانش وی روح گرفته نازکتر شده از آن نیروی دد صفتی خود که روف را هم به سویش میکشید و هم از خود دور میساخت محروم گشته بود. گاه او یک تغارچه شوربای جوشان هم میفرستاد و در عین زمان دلش را شک و شبهه اذیت میداد که آیا برای فرزندان خود جسم و جان خود را از این یک تغارچه شوربا محروم کردن حق دارد یا نه. دلی مارتین باشد از حس مینه‌داری صمیمی مالامال بود، چون که به قدر مهربانی کمبغلان رسیده میتوانست. روز مری شکم کله های سرشمارش را با باقی مانده ذخیره های در خانه بوده سیر کرده، با آخرین 15 سنتش یک گالون شراب ارزان خریده، مارتین را که برای آب به آشخانه در آمده بود ضیافت کرد. مارتین به سلامتی ماریا نوشید. ماریا باشد به سلامتی او. سپس ماریا برای رونق و رواج کارهای مارتین نوشید. او باشد برای آن نوشید که جیمز گراند هرچی زودتر آمده پولی جامشویی را دهد. جیمز گراند شاگردی دوریدگر بوده، حق جامشویی را در وقتش نمیداد و در نتیجه از ماریا رسا $3 قرضدار شده بود. هم مارتین و هم ماریا به شکم خالی شراب می نوشیدند و به سری هر دویشان هم شرابی نوی ناردانه زده بود. صرف نظر از آن که آنها به هم مانند نبودند، هر دویشان نیز خشاق، هر دویشان نیز بیکسوکو بودند و این خشاقی که هرگیز به زبان آورده نمیشد با رشته‌های گسسته ناپذیر آنها را به هم پیوسته بود. مارتین به جزیره های آزور رفته بود است. ماریا این را شنیده خرسند شد، چرا که تا 11 سالگی او در آنجا زندگانی کرده است. مارتین به جزیره گاوای هم رفته بود است. ماریا این را شنیده باز بیشتر خرسند شد، چون که پدر و مادرش از جزیره های آزور به آنجا کوچیده بودند. ولی چون مارتین گفت که به جزیره مائویا هم رفته است، ماریا از شادی به کرته نخونجیده، زیرا که او در آنجا به شوهر برآمده بود. به جزیره کاگولویا که او در آنجا به شوهر آینده خود شناس شده است، مارتین 2 مرتبه سفر کرده است. کشتی قند بار کرده شده از یاد ماریا نرفتند. مارتین در این کشتی ها خدمت کرده است. این را بینیده دنیا چقدر تنگ و تار بوده است. ویلو کوچی مارتین به آنجا هم رفته بوده است. آیا او ناظری کلانی پلاتینسیا را دیده است؟ نباشد چی؟ مارتین با وی شناسایی داشته است و به سلامتیش یک استکان می هم نوشیده است.
ماریا بناخست بانگ زد: او دلتان از زن بیشتر چی میخواهد؟ زن به کمال تحیر به او نگریست. مثلا خودی حاضر دلتان از زن بیشتر چی میخواهد؟ 7 جفت کفش برای بچه ها. شما اونها رو میگیرید، گفت مارتین و ماریا با تنتن سر جنباند. خیر، دلتان باز یگان چیزی مهمتر میخواهد؟ در چشمان ماریا شراره های صمیمیت درخشیدند. مارتین با وی شوخی میکرد، با وی که کیها کسی شوخی نکرده است. فکر کنید سر و سیمه نشوید، گفت مارتین با آهنگ آگاهی. وقتی که ماریا لب به سخن گشودنی شد: خوب، گفت او. من فکر کرد من خانه در کار، خودم خانه، بی پول زندگی کردن، هر ماه $7 پول دادن نه. خوب، خانه می شود، وعده کرد مارتین. خانه به زودی می شود، لیکن گوید که آرزوی کلانتان چیست؟ تصور کنید که من خداوندم و همه کار از دستم می آید. خوش گپ زنید، گوشم به شما. ماریا اندیشمندانه لحظه خاموش ماند. شما ترس می کنید؟ نه، خنده کرد مارتین. من نمی ترسم. کنی گپ زنید. کلان چیز؟ اوه کلان، آگاه کرد زن. خوب گپ زنید. خوب. او برای عرضی مخفی ترین و مقدس ترین آرزوی خود آماده شده کودکوار آهی سردی کشید. من فرمه می خواهم. شیر، فرمه، گاو مول، الفزار مول، الف مول، در نزدیکی سن لیانا. در سن لیانا من خواهری من زندگی می کند. در اوکلند من شیر می فروشم، مول پول. جاوانیک گاوبانی کنند؟ نه، آنها به نغز مکتب می رود. کلان انجینیر می شد، می سازد. شیر، فرمه خواهم. ماریا لب از سخن فرو بست و با چشمان درخشان به مارتین نگریست. شما صاحب فرمه شیری می شوید، دفعتا جواب گردان مارتین. ماریا سرجون ماند و سلامتی احساسناکی ولی نعمت می نوشید. هرچند نغز می دانست که تحفه های وعده شده را هرگز نخواهد گرفت، ولی او از مارتین برای رحمدلیش منت پذیر بود و وعده را برابر خودی تحفه قدر می کرد. مارتین از نعمتهای آینده خود به ماریا سخاوتمندانه حصه جدا کرده داده از آنجا خیست و برای به گرو ماندن یگانه کاستیوم جایرویش رفت. این کار به او نهایت دشوار بود، چرا که با همین خود را از امکانیت ملاقات روف محروم می ساخت. مارتین دیگر کاستیومی درست نداشت. در کرتک چلیماقی دریانوردیش باشد، او نزد نانوای و قصاب در آمده خواهرش را خبرگیری رفته می توانست، ولی به چنین افت و بشره به خانه مارسا رفتن را حتی به خیال هم آوردن ممکن نبود. در این میان او نهایت کنورت را باز کرد و از درونش مکتوبی در ماشینکه چاپ شده را برآورد. چک نبود. او کنورت را افشاند، به چشمانش باور نکرده آن را به روشنایی داشته نگاه کرد. در ران چک نبود. پس به خواندن این مکتوب در آمد و از میان تعریف و توصیف های محرر مغز گپ را فهمیدن میخواست که برای چی چک فرستاده نشده است. سبب فرستاده نشدن چک معلوم نبود، ولی چیزی را خواند که او را مثل گلدرس رعد محو مات کرد. مکتوب از دستش افتید، چشمانش سیاهی زدند. او با سر با بالشت افتاده به اختیار کورپه را به بالایش کشید. $5 برای صدای زنگوله، $5 برای 5000 کلمه، بجای 2 سنت برای 1 کلمه، 1 سنت برای 10 کلمه. ناشر باشد. باز تعریف و توصیف را دریغ نداشته خبر میداد که چک برابر چاپ شدن حکایه فوراً فرستاده می شود. پس همش دروغ بوده است. برای 1 کلمه کمش 2 سنت داده شدنش دروغ بوده است. دروغ بوده است که حق قلم برابر قبول دستنویس داده می شود. همش دروغ بوده است و او سخت فریب خورده است و بس. اگر او این را پیشتر می دانست به نوشتن دست نمی زد. به کار در آمد، برای روف شده به کار می در آمد. به نوشتن چقدر وقت صرف کردنش را با خیال آورده مویهای سرش سیخ شدند. اینقدر زحمت کشی و عاقبت برای 10 کلمه 1 سنت گیری. دیگر ناز و نعمتها و شأن و اعتباری که موافق نوشته های روزنامه ها نویسندگان داشتند یقین بافته خادمان روزنامه ها بودند و بس. همه آن معلوماتی که او در خصوص شأن و شهرت نویسندگی از آدمانی شنیده بود نادرست برآمد. آنچه آن از حاجت به بیان نیست. 1 شماره مجله هر ماهی ترانسکانتیننتال
25 سنت ارزش دارد و مقابل زیبایش دلالت می کند که آن از جمله مجله های اعلی درجه است. این دم مارتین به خاطر آورد که مؤلف سخنان حکمت آمیز به همین غریبی در غریبی در حالت بینوایی از عالم درگذشت و بدیل اندیشید که این جای عجابت ندارد. آره، او سخت فریب خورده بود. روزنامه ها در خصوص حقیقی قلم نویسندگی دامن او را با چارمغزی پچ پور کرده و برای همین شده 2 سال عمرش رایگان رفته است. او یعنی مارتین باشد مقصد و مرام دارد که بهر آن کار کردن می ارزد و بنابراین کار می کند. خودی فردا از سحر او از پی کار می شود و خودی فردا بروف خبر می دهد که او نیتی تغییر دادن طرز زندگانیش را دارد و تیار است که به اداره پدری و به کار درآید. $5 برای 5000 کلمه، برای 10 کلمه 1 سنت. این است نرخ و نوای بازار صنعت. بی‌عدالتی، دروغ، رذالت که در ضمیر این نهان بودند صبر و قرار او را بردند. از میان میلک‌های پوشیده چشمانش و عددی 385 مبلغ قرضی از بقال داشتش به سوزش می آوردند. مارتین را تبولارز گرفت. استخوان‌هایش همه یکسره به درد در آمدند. خصوص درد میانش زور بود. سرش درد میکرد، تاری سرش درد میکرد، پشتی سرش درد میکرد و به نظر چونی میرسید که خودی معینه‌اش در زیر کاسه‌خانه سرش درد میکرد. $5 برای 5000 کلمه، برای 10 کلمه 1 سنت. مارتین ندانست که این آوارگردی ها چقدر دوام کرد، زیرا به نظرش آن خیلی دور و دراز نمود. ولی بناخواست از تختقی در به خود آمد و بعد آوازی مری را شنید که مبادا کو تاباتا نگریخته است گفته پرسید. مارتین با آوازی پست و حتی برای خود ناشناس جواب گرداند که غنبش برده است. او را تاریکی خانه به تعجب انداخت. مکتوب ساعت 2 روز آمده بود. اکنون باشد الکی شام فرا رسیده است. ظاهراً بیمار شده است. این هم در پیش چشمانش باز عددی 8 پیدا شد و او دوباره به اندیشه فرو رفت. اما خیلی پخته شده بود. در میانی هرج و مرج خاطره ها آواره شده گشتن هیچ ضرورت نداشت. او عجب ساده بوده است. مارتین خود را یکی در جامشوی خانه دید که آسین‌های آهری را به زیر غلطک دستگاه لباس تخکنی می نهاد و از این ذره تعجب نکرد. بعد مارتین خود را باز در نزد غلطک بدید، ولی این دفعه سراستین‌های شسته و هموار کرده شده را قبول میکرد که آنها را از طرف دیگر ناشر مجله هر ماه می نهاد. هر یک سراستین به چک مبدل میگشت و او با کنجکاوی اشتیاق‌انگیز آنها را از نظر میگذرانید، ولی چک‌ها همه یکسره خالی بودند. ناگاه در نزد مارتین جا پیدا شد. جا راست ایستاده در زمال و کرته و دستنویسا را در دست بازی می داشت. بعضن او دسته های چک ها را چنگال زده گرفته به بالا چنان هوا می داد که آنها سقف را شکافته در فضا غیب می زدند. تبر در مبین راهی کهکشانی چک ها کرته های آورده شده را دستنویسا می ایستاد و مارتین آن را برداشته به خود قرار داد که برابری به زمین برگشتن فوراً جا را می کشد. ساعت 2 شب ماری از پس دیوار نالش‌های مارتین را شنیده به حجره در آمد. گرداگردش در زمال‌های تصفان گذاشت. چشمانی ورمیده‌اش را بر او پاک کنی تر پوشاند. صبح روز دیگر مارتین ایدین با جستجوی کار نرفت. وقتی که به هوش آمده حجره را از نظر گذرانید روز از نیست گذشته بود. مری 8 ساله، یکی از دختران سیلوا، در نزد مارتین نوبتداری میکرد و همین که او به هوش آمد شیر را زنان برای مادرش رفت. مری از آشخانه آمد که در آنجا مشغولی پخت و پز بود. وی دستی پروبیلش را به پیشانی تفسان مارتین رسان، نبضش را سنجید. خوراک خور میکنی؟ پرسید او. مارتین به علامت این کار سر چون دلش هیچ خوراک نمیجوست و حتی عجبش آمد که یک وقتا گرسنه هم میماند. من بیمارم، مری گفت او با آوازی پست.
با من چی شد؟ شما نمیدانید؟ زکام، جواب کرد آن زن. 3 روز می شود نقص. بهترش خوراک خورنه، بعد خور میکنی پگاه. مارتین عادت بیمار شوی نداشت و هنگامی که ماری و دخترش از خانه به در می رفتند سر و لباسش را پوشیدنی شد. چشمانش چنان درد می کردند که او تیز تیز میژه میزد. او زور زده تمامی ادارهش را به کار انداخته از کت خیست و به سری میز نشست، ولی این دم مدارش خوش شده سرش را بالای میز نهاد و خیلی وقت از جای خیستن نتوانست. مارتین که دلش از غایت سپاس و منت مالامال گشته بود زیر لب گفت: ماریا، شما صاحب شیر فرمه میشید. نقص شیر فرما. سپس به خاطرش روزی گذشته رسید، روزی گذشته که دیگر خیلی دور شده بود. خیالش از آن دمی که از مجله هر ماهی ترانسکانتیننت مکتوب گرفت، از آن دمی که خطایش را فهمیده و به این کار خاتمه گذاشتنی شده، صفحه دیگری کتاب زندگانیش را گشاد. یک عصری تام گذاشته بود. او تاری کمان را خیلی سخت کشیده بود و آن سرانجام کنده شد. اگر او خود را با این درجه مبتلای گرسنگی و محتاجی نمی کرد، بیماری او را از پا نمی افتاند. زورش نرسید که با میکروبی با ارگانیسمش ره یافته مبارزه کند. مارتین فی الحال خامه به دست گرفت و به محرر نوشت که راضی است حتی از 4/3 حصه حکایه را کوتاه کند، ولی چک هرچی زودتر فرستاده شود کفایه. تریزه تازان رفت که مکتوب را به قوطی پرتاید. مارتین باشد به بالش تکیه کرده به اندیشه فرو رفت. پس به هر حال این دروغ نبوده است. موش سفید تیار است که برابر قبول دستنویس حق قلم دهد. حکایه گرداب از 3000 کلمه عبارت بود. از 3 یک کیسه‌اش را پرتایم 2000 میماند. یعنی برای هر کلمه 2 سنت حق قلم برابر قبول دستنویس و 2 سنت برای هر کلمه گفته های روزنامه ها. تماما درست. مارتین باشد موش سفید را مجله 3 درجه میپنداشت. یقین او در خصوص مجله ها تصورات نداشته است. او مجله های هر ماهی ترانسکانتیننتال را 1 درجه می حسابید، حالان که آن برای 10 کلمه 1 سنت می داده است. موش سفید را نظرش نمی گرفت، حالان که آن 20 بار بیشتر حق می داده است و بر علاوه نشده برآمدن آن را هم منتظر نمی شده است. بعدی موش سفید نامگوی مجله هایی که اثرهای او را چاپ خواهند کرد پیوسته می افزاید. اکنون از بحر نوشتن میده چویده های سر درآمد برآمدن ممکن است. از 2 سر آنها با او $1 هم فایده نمی آورند. او از بیکاری حقیقی می شود و آن همه فکر و اندیشه های پرارزشی را که در ضمیر دل دارد به این کار صرف خواهد کرد. دلش خواست روف اینجا باشد و به خرسندی او شریک شود. برخواست در بین مکتوب هایی که در روی بستر پراکنده می خوابیدند او مکتوب روف را دریافت. روف او را برای ناگهان بینام و نشان شده چندین روز باز از خود درک نداشتنش با کمال نزاکت سرزنش میکرد. مارتین مکتوب را با شفق زیاد دوباره خواند، خط را معاینه کرد، از تماشای هر حرف لذت برداشت و امضا را با مهر و محبت ببوسید. او در جواب آشکارا نوشت که یگانه کاستیوم جایروی خود را به گرو گذاشته است و بنابراین رفته نتوانست. او بیماری خود را که واقعا قریب گذشته بود خبر داده، همچنین علاوه نمود که بعد 2 هفته برای از نیویورک رسیدن چک این مهلت کفایه بود. کاستیومش را از گرو برآورده خودی همان روز به حضور وی می رود. اما روف 2 هفته نگران شده نمی توانست. آخر محبوب وی بیمار بود. روز دیگر او همراه آرتور فایتون سوار به عیادت مارتین آمده بچه های سیلوا و تمام بچه های گرد و اطراف را به غایت شاد گرداند و خودی مارتین را با وهم و هراس انداخت. روف چابکانه براست، سپس بچه، بعد باز براست تاب خورده از گلوگاه تنگ بین میز مارتین و کتی او گذشت. آرتور چندان احتیاطکاری نکرد و خرمچه و طبقچه های در گوشه پخت و پز گذاشته شده را شرقازنان چپه کرد. واقعا آرتور درون حجره مدتی زیاده نایستاد. یگانه کرسی را روف بند کرد و برادرش وظیفه خود را ادا شده پنداشته به پیشایوان برآمد که در آنجا کله های سیلوا به او رغبتی به اندازه ظاهر کرده گردش را
پیچانده گرفتند. مارتین به روف از مجله هر ماهی ترانسکانتینتال مکتوب گرفته خوب غصه خوردنش و از تکلیف موش سفید بسا شد گردیدنش را به قرارانه حکایه کرد، ولی روف به این اعتبار نداد. باری اول بود که روف به قشاقی روبرو می آمد. به نظرش دائما چنین می رسید که محبت و گرسنگی آمیزشی بسا رمانتیکی است، ولی به خود هیچ تصور نمی کرد که این رمانتیک در اصل چگونه است. ریشی ناتراشیده او نخستین بار بود که روف مارتین را با ریشی رسیده می دید. در دلش حسی نفرت به وجود می آورد. چهرش از مویهای سیخ زنخدان و رخسارهایش عیناً به مثل کلبه سیل و تیره و افلاس می نمود و اینجا قوه حیوانی برای روف منفور را که در وجود مارتین نهان است بیشتر آشکارا می ساخت. اکنون باشد او در این کلبه مدهش نشسته گرفت، گرسنه و تشنه، شب را شب و روز را روز نگفته نویسش را دوام می دهد. این بوی چی می آید؟ به ناخواست پرسید روف. بوی سر و لباس باشد در کار. ماریا جامه‌شویی می کند. جواب گردان مارتین. من به این بوی عادت نکردم. نه باز یک بوی بد به خانه نشسته مانده است. قبل از جواب دادن مارتین هوا را نفس کشید. غیر از بوی تماکو من دیگر بوی را حس نمی کنم گفت. ها بله عجیب بوی بد. مارتین برای چی شما اینقدر بسیار میکشیده؟ خودم نمیدانم. دلم که تنگ شد بسیار کشیدن میگیرم. عموما این عادتی کهنه کشیدن را من هنوز از بچگی سر کردم. این در عوض کار 2 ساله پرسید روف. نه برای این از یک هفته هم کمتر کار کردم. لطفاً انا آن دفترچه مقواش خاکستری را گرفته دهید. انا در گوشه میز. مارتین دفترچه را باز کرد. آن را تیز ورق گردان. بله تماما درست. صدای زنگوله را 4 روز گرداب 2 روز $45 در عوض کار یک هفته اینه. در یک ماه $108. این مقدار ماهانه را من از کجا گرفته می توانستم؟ حالا این از نوع خمیر فطیر است. به من کمش $1000 لازم است که زندگانی شما را درست تشکیل کنم. این تعبیر به روف گفتگوزاری پیشتر را خاطر نشان کرد. شما حاضر هم از حد زیاد دور میبرارید گفت روف. گپ در صفت تماکو نه. تماکو کشی خود به سر خود عادتی بد است. صرف نظر از آن که شما چی میکشید. شما عیناً دودکشی راه رونده یا ولقان جاندار برین. این دهشت است عزیزم. مارتین آخر خودی شما میداند که این دهشت است. نگاه روف سرشار از مهر و محبت و نوازش بود و مارتین 2 دیده به چشمان صاف و بی‌غبار آسمانی و چهره لطیف دختر باز هم مثل پیشتره حس کرد که لایق او نیست. من میخوام که شما تماکو کشی را پرتایید. پیچ راست روف پرتایید به خاطر من. خوب ندا کرد مارتین. میپرتایم عزیزم جانم. هرچی خواهید به خاطر شما میکنم. بناگاه به دل روح وسوسه افتاد. دید که مارتین با آسانی و تواضع تام گذشت کرده ایستاده است. به اختیار از دل گذران اگر حاضر طلب کند که از بحر نویسندگی برایت او گپ روف را دو نمی کند، اما گپ در دهانش ماند. او آن را به زبان آورده نتوانست. جرأت نکرد. بجای این خمتر شده سر به صندوقچه سینه مارتین نهاده پیچی راست زد. مارتین عزیزم، آخر من این را به فایده خودم نه به فایده شما شده میگویم. تماکو کشی یقین به شما ضرر دارد. ثانیاً بنده بودن، حتی بنده عادت بودن خوب نیست. من بنده شما میشوم. تبسم کرد مارتین. خوش، این خلکی باشد من فرمایی میکنم. شنوندگان ارجمند، شما خوانش بدیعی رو از روی رمان مارتین ایدن نویسنده آمریکایی جک لندن در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. انجام گفتاری 21 کارگردان دوران صاحبزاده. شاد و سربلند باشید.